سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. همونجور که شاید متوجه شده باشین، من چند وقتی نبودم، یعنی هیچ ویدیویی درست نمی کردم و فعالیتی نداشتم تو فضای مجازی. حالا چه توی همین یوتیوب چه توی اینستاگرام. تو این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که کجا بودم، چی کار میکردم این تقریبا 2 ماه و نیمی که نبودم، و اینکه از ویدیو بعدی هم تقریبا مثل روال قبلی سعی میکنم که ویدیوها رو درست کنم و آپلودشون بکنم. حالا چرا میگم تقریبا سعی میکنم؟ جلوتر کامل توضیحش میدم براتون، ولی خب زمان خیلی کمتری دارم. ویدیو رو نگاه کنید کاملا متوجه میشید. خب این قضیه برمیگرده برای زمانی که من امتحانات میان ترممو داشتم. ترم قبل میان ترم خیلی سنگینی بود و واقعا زمانشو نداشتم که مثلا ویدیو درست بکنم و تولید محتوا کنم و اصلا فکر این چیزا به سرم بزنه. اون 2 هفته خیلی میگم سرم به شدت شلوغ بود. بعد دیدین شما بعضی موقع وقتی یه کاری رو برای مدت زمان طولانی انجامش میدین، بعد یه وقفه ایجاد میشه، حالا به هر دلیلی، یه بازه زمانی کوتاهی شما اون کار رو انجام نمیدی. بعد خیلی سخت تره که دوباره شما بری اونجا، پشتت باد میخوره اصطلاحاً میگن. منم دقیقاً همینجوری شد، پشتم باد خورد. یعنی بعد از اون 2 هفته میان ترمم میتونستم ویدیو درست بکنم، یعنی همه چی فراهم بود، زمانشو داشتم. میگم همه چی فراهم بود، ولی تنها چیزی که فراهم نبود من خودم بودم. آره، ولی میگم تقریبا 2 ماه و نیم شد این قضیه تا رسیدیم به امتحان پایان ترم. دوباره اینم یه دلیل خوبی بود برای اینکه خودم رو قانع کنم که نه مثلا حالا ولش کن، بذارش برای بعد، بذارش فردا، پس فردا، فلان و اینا، تا به امروز. خب حالا متوجه شدین تو اون 2 ماه و نیمی که ویدیو درست نمی‌کردم دلیلش چی بود؟ دلیلش رو متوجه شدین. الان من توی یه ترم جدیدم، در واقع ترم آخر دانشگاهم هستش، و اینکه کلا ببینید داخل دانشگاه CIA شما هر ترم اصولش اینه که 5 تا کلاس داشته باشی. این ترم من 6 تا کلاس برداشتم و این 6 تا هم کلاسایی نیست که بگم مثلا به درد نمیخوره یا مثلا یکیشو اصلا اهمیت نمیدم و اینا. نه، هر 6 تاش کلاسای فوق العاده خوبی ان. خودم واقعا دوست دارم محتوایی که تو هر 6 تا کلاس هستش، و تنها چیزی که هست، یکی از این کلاسایی که دارم بسیار زمان زیادی ازم میگیره. توی دانشگاه CIA افرادی که لیسانس فود بزنس منیجمنت رو میگیرن آخر، یعنی ترم آخری که هستن مثل من الان، یه چیزی مثلا پایان نامه مانند داریم، ولی پایان نامه نیست، مثلا چیزی نیست که ما بشینیم بنویسیم. نه، یه ایونت رو باید از 0 تا 100 برگزارش بکنیم و تمام این ایونت هم با خود ما، یعنی با خود ماهای دانشجوهایی که این ترم الان فارغ التحصیل میشن با مدرک فود بزنس منیجمنت، و این خیلی زمان زیادی ازم میگیره. یعنی کلاس‌های دیگه اگه مثلا 6 تا کلاس معمولی بود اوکی بود، ولی به خاطر این کلاس خیلی زمان زیادی میگیره. چون که میگم این ایونتی که ما الان میخوایم برگزارش بکنیم، از عقب وقتی شما به همچین چیزی نگاه میکنی میگی خب کاری نداری که، راحت میری اونجا، نهایتا مثلا 3 هفته 4 هفته کار داره، بعد تموم میشه برگزارش میکنی. ولی اصلا اینجور نیست. یعنی زمانی که شما تازه وارد این قضیه میشی متوجه میشی که چقدر عمیقه و چقدر کار داره، چقدر کامیونیکیشن باید بکنی با تیم‌های مختلف. ما 3 تا تیم پروداکشن داریم که اینا چیزی تولید میکنن. یه تیم نوشیدنیه، یه تیم آشپزیه و یه تیم شیرینی پزیه. 3 تا هم تیم منیجمنت داریم که یکیش فایننس، یکی مارکتینگه، یکی هم که کلا منیجمنته، یعنی کسی که کلا این قضیه رو مدیریت میکنه. و اون کامیونیکیت کردن بین ماها، بین تیم‌ها واقعا چیز سختیه، مخصوصا به خاطر اینکه ماها الان هر کدوممون برنامه روزانمون متفاوته. مثلا یه جلسه‌ای که بخوایم بذاریم با هم دیگه، و اینم بگم بیشتر زمانی که ما برای این کلاس صرف میکنیم خارج از کلاسه. یعنی ما در هفته 2 روز 2 تا 90 دقیقه این کلاس رو داریم که میریم سر کلاس میشینیم، حالا کسی میاد صحبت میکنه یا هر چیز دیگه ای، ولی بیشتر کاری که برای این کلاس انجام میدیم خارج از کلاسه، که اونم چیز واقعا سختیه. چون که میگم برنامه روزانه ما مثل همدیگه نیست و باید یه زمانی رو مشخص بکنیم که حالا نه همه، ولی اون مدیرای هر کدوم از این گروه ها باشن، حضور داشته باشن، و این چیز واقعا سختیه. خود من تو تیم مارکتینگ هستم، ولی خب مارکتینگ و فایننس میشه گفت که دوش به دوش دارن میرن جلو با هم دیگه، چون اطلاعاتمون نیاز داریم که همدیگه اطلاعات همدیگه رو داشته باشیم. و این کلا ایونت هم یه چکیده ای از این ایونت بهتون بدم. یه ایونتیه که ما 6 تا کورس مختلف غذا سرو میکنیم، هر کدوم از این کورس‌ها با نوشیدنی هستش. یه حالا اینترتینمنتی داریم که هنوز تصمیم نگرفتیم چی باشه. 1 ساعت کاکتیل اور داریم و افرادی هم که میان، بلیتی که تهیه میکنن که بیان داخل و استفاده بکنن $100 و ما حداقل هم باید 100 نفر رو
100 نفر بلیت بخرن، 100 نفر وارد این ایونت بشن که حداقل یعنی $10,000 رونیو نیاز داریم برای این چیزی که هست. و سودی هم که میکنیم ما، یه قسمت از این سود، نصف سود میره برای اسکالرشیپ، نصف سود دیگه هم میره برای ارگانیزیشنی که برای کودکانی که یه مقدار کودکانی که عقب افتادن، یه مقدار برای اون کودکانی که عقب افتادن و به هنر و این چیزا علاقه دارن، میره برای اون ارگانیزیشن که کمک میکنه به کودکان برای حالا کارهایی که انجام میدن و این چیزا. و میگم این زمان خیلی خیلی زیادی از من گرفته. حالا کلاس‌های دیگه هم رو همین، یکی از کلاسام هستش که ما میگم هر هفته 2 تا 90 دقیقه کلاس داریم و برای هر کدوم از این 90 دقیقه ها ما حداقل باید 60 تا 75 صفحه بخونیم قبل اینکه وارد کلاس بشیم. یه کلاس آشپزی هم دارم که از ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشه تا 10 شب، معمولا تا ساعت 11 و نیم اینا هم میره بعضی روزا. و میگم خیلی زمانم پک این ترم، یعنی تنها زمان خالی که دارم آخر هفته است که آخر هفته هم حالا سعی میکنم یه سری ویدیوها درست بکنم برای یوتیوب، برای اینستاگرام و هدفی که دارم اینه که حداقل هفته یه دونه ویدیو درست بکنم. این هدفمه. حالا ببینیم چی میشه دیگه، حالا جلوتر بیشتر اگه بشه خیلی بهتر، ولی سعی میکنم کمتر نشه، حداقل یه دونه ویدیو رو داشته باشم. و اینکه آره خیلی ممنونم از اون کسایی که پیام دادن به من توی این مدت زمانی که نبودم، جویای احوال بودن، کجای نیما، فلان نیستی، حالت خوبه، و واقعا یعنی انرژی خیلی خیلی خوبی بود. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. تو 2-3 روز آینده احتمالاً ویدیو بعدی رو درست بکنم و آپلودش بکنم. امیدوارم دوست داشته باشین. ممنون.